یه وقتایی تو زندگیت به جایی میرسی که دیگه حوصله خودتم نداری. دلت میخواد بار و بندیل تو جمع کنی، اما خیلی سبک راهی یه سفر طولانی بشی. تمام آدمای دور و بر تو، تمام دردا و قصه ها تو، حال بد تو بذاری و بری. میری به ایستگاه، قطارم دیگه داره میرسه. اینجاست که یه نگاه به خودت میندازی و میبینی حتی خودت هم اضافی هستی. قطار که وایساد سوارش میشی. از پله که بالا میری یه مکث خیلی معنیدار میکنی. اونجاست که یه تابلو ورود ممنوع میاد تو ذهن تو. به خودت میگی نیا، میخوام تنها برم. خستم از خودم، خستم از خودمی که هوای منو نداشت. خودتو جا میذاری تو ایستگاه و راه میافتی. صدای خودتو میشنوی که دنبال قطار میاد، که منو با خودت ببر، حق منی نیست، من همه جا باهات بودم، اما گوشت بدهکار نیست. یاد خودت میافتی کلی ازش دلخوری، که اون جاهایی که باید یادتو میافتاد و یه نه ساده میگفت تو رو اصلا ندید. یه جاهایی باید به خودت فکر میکردی، اما تنها کسی که جلوی چشمات نبود خودت بودی، که الان خودتو پرت کردی از دلتنگی و تنهایی و حسرت. آره، تنها برو، حتی خودت هم نبر. سبکتر از همیشه برو، بذار آروم بگیری، آروم.